سلام به همه دیولپرهای عزیز، حالتون چطوره؟ خوب هستین؟ طبق یکی از کامنت هایی که ویورهای عزیز گذاشته بود برای من، خواسته بودن که آموزش بدم که چجوری دامینی که خریدین رو متصل کنیم به VPS لینوکس یا ویندوزی که خریدین. حالا فرقی نمیکنه میخواید داخل VPS وبسایت ران کنید یا میخواید یک سرور ماینکرافتی ران کنید. پس بریم که آموزش رو داشته باشیم. فقط قبل اینکه بریم آموزش، خواهش میکنم اون دکمه سابسکرایب رو بزن، چون خیلی خوشحال میشم و خیلی بهم کمک میکنه. عشق منید. بریم آقا. خب شما مطمئنا الان یک دامنه خرید کردید. اگه دامنه نخریدید میتونید دامنه خودتون رو از سایت nick.ir خرید کنید یا از سایت رابط مثل رادکام خرید کنید. بعد از اینکه شما داخل nick.ir یه پنل داشتید، بعد خرید دامنه یه همچین یو آی، یه همچین لیستی برای شما نشون میده و اینجا نشون میده که دامنه شما اسمش چیه، وضعیتش چیه، آخرین تاریخ انگیزش چیه و قسمتی که ما باش کار داریم DNSش هستش. مطمئنا این قسمت DNS شما با مال من فرق داره. خب حالا میخوام بهتون توضیح بدم. ما از سایتی به اسم آروان کلاود استفاده میکنیم. میایید آروان کلاود ورود رو میزنید و برای خودتون یک اکانت میسازید. بعد اینکه لاگین کردید یک قسمت این بالا داره یک قسمت اینجا داره به اسم شبکه توزیع محتوا. روی این که میزنید یک لیستی براتون میاره. حالا اینجا میتونید دامنه خودتون رو وارد کنید. اینجا روی ثبت دامنه جدید میزنید، اسم دامنه‌تون رو میزنید اینجا، مثلا blacknet.ir که همین یکی از دامنه‌های خودمه. قبوله، چون اینو ثبت کردم مطمئنم میگه که ثبت شده، نداشت. خب ادامه رو میزنید. بعد این قسمت بهتون میگه که این NS ها فعلا باشون کار ندارین، دوباره ادامه رو میزنین. آها این قسمت. خب از شما میخواد که DNS های دامنه خودتون رو تغییر بدید به DNS های آروان کلاود. خب ببینید بچه، سایت آروان کلاود انگار فکر کنید که به عنوان یک سرویس دهنده DNS دامنه شما رو وصل میکنه به IP سرور VPS تون. خب شما الان باید قبل از هر کاری این DNS های آروان کلاود رو کپی کنید، ببرید داخل سایت nick.ir، وارد جایگزین DNS های خود nick.ir کنید یا هر رابط سایت دیگه که خرید کردید جایگزین اون DNS ها بکنید تا دامین رو بتونه آروان کلاود کنترل کنه به اصطلاح. خب الان شما کاری که میکنید میایید اینجا کپی میکنید این DNS رو، میایید داخل الان اون دامینی که میخواید میاد روش میزنید، میایید پایین یه قسمت هست به اسم ویرایش ردیف‌های کارگزاری نام و میزبانی دامنه. روی این میزنید. همین اولی، ما فقط با این اولیه کار داریم. همینجا اولیه رو پیست میکنید، دومیه رو هم دوباره کپی میکنید و اینجا دوباره پیستش میکنید. به همین راحتی، به همین سادگی. بعد اینجا اون پسوردی که نیاز هسته رو میزنید، بعد ایمیل رو میزنید، براتون ایمیل میشه. همونجور که میبینید الان مال من ایمیل شده. آروان کلاود DNS دامین من روی آروان کلاود ست شده. بعد اینکه این ست شد، خب الان من اینجا ست شده دارم، میخوام بهتون توضیح بدم. خب من اینی که تازه باز کردم رو پاک میکنم. میگه که اسم دامنه رو دوباره بنویسم. خب اینو پاک کردیم. همونطور که میبینیم الان اینجا blacknet.ir رو دارم. بذارید با دامنه ویژه بهتون نشون بدم. خب الان وقتی که شما دامنه‌ای که تایید شد رو باز میکنید، اینم بگم، بعد اینکه DNS هاتون رو ست کردید تقریبا 1-2 ساعتی، حد اکثر تا 10 ساعت ممکنه طول بکشه تا اون تاییدش اعمال بشه که DNS هاتون به نام آروان کلاود در بیاد. خب الان همه اینها تموم شد، DNS هاتون اوکی شد، آروان کلاود تایید رو زد، شما با همچین پنلی روبرو میشید. خب حالا اینجا میاید قسمت رکورد های DNS. این قسمت ببینید اینجا داخل منو ما این قسمت داریم به اسم رکورد های DNS. روش که میزنید میایید پایین، اینجا براتون یک لیستی باز میشه. شما فقط این دوتا رو اینجا دارید. خب بقیه یه لیست اینا رو یکی یکی خودمون اضافه میکنیم. الان بهتون توضیح میدم. اگر برای سرور ماینکرافتی میخواید، برای سرور ماینکرافت نیاز دارید، از پلی مثلا play.vj.ir استفاده میکنیم. یا مثلا برای وبسایت میخواید یه ادساین استفاده میکنیم، یه www استفاده میکنیم. حتی از خود پلی هم برای وبسایت میشه استفاده کرد. خب حالا بهتون توضیح میدم چجوری. میایید میزنید روی رکورد جدید.
من این آی پی مو بردارم از اینجا. خب میایید میزنید روی رکورد جدید. اینجا ما چند مدل رکورد داریم. رکوردی که باهاش فعلا کار داریم رکورد A هستش. رکورد های پایین مثلا MX و TXT و اینجور چیزا یه جور مربوط میشن به میل سرور که در آینده اگه بخواید مثلا برای وبسایتتون یک سرویس ایمیل ارسال ایمیل بسازید به اینجور چیزا مربوط میشن. اینم خواستم مثلا بگم. حالا ما روی A میزنیم، چیزی که انتخاب میکنیم A هستش. اینجا میتونید ادساین بزنید. وقتی که ادساین بزنید یعنی همون روت میشه vj.ir. خب یعنی همون دامینتون میشه. ادساین یعنی هیچ چیزی اضافه نمیکنه. میتونید www اضافه کنید، مثلا www.vj.ir. میتونید پلی اضافه کنید، مثل play.domain.ir. خب اینجور چیزا رو میتونید اضافه کنید. یا مثلا مثل join.domain، مثلا لیو دات، همه چی هر چی دوست داشتید میتونید انجام بدید اینجا. حالا ما کلمه پلی رو چون من قبلا اضافه کردم، پلی مثلا 2 تا ای میزنم. خب پلی مثلا. خب وقتی که اینو زدیم ما اینجا با این مدت زمان اعتبار کاری نداریم، خودکار روش. استفاده از سرویس ابری رو اینجا خاموش میکنید. برای سرور ماینکرافت استفاده از سرویس ابری ما نیاز نداریم. خب این پایین ازتون آی پی تون رو میخواد. آی پی که همون سرور وی پی اس تون داره به این صورت بدون هیچ نقطه اینجا وارد میکنید. بدون هیچ 2 نقطه که میذارن بعدش پورت میذارن، اصلا پورت نذارید، فقط همون آی پی خالیتون رو اینجا وارد کنید. بعد این کارا رو کردین روی ذخیره میزنید و اوکی میشه. همونطور که میبینم من روی ذخیره میزنم و یک مورد برای من اضافه شد. همین پلی میبینید، پلی اضافه شد اینجا، ولی چون من پلی داشتم دیگه نیازی به این ندارم. همونطور که میبینید الان من پلیم استفاده از سرویس ابریش روشنه، یعنی من این play.vj.io برای سرور ماینکرافت نذاشتم، اینو برای وبسایت گذاشتم. چون سرویس ابری روشن باشه شما نمیتونید وارد سرور ماینکرافتتون بشین. پس کارهایی که باید انجام بدید همین بود. باید DNS های دامنتون رو متصل کنید به آروان کلاود. بعد اینکه این کارو کردید دیگه همه چی حله. یعنی یه دونه play.domainتون بزنید اوکی میشه و میاره. و اینم بگم که حتما مطمئن باشید که ماینکرافتی که داخل سرورتون ران هستش روی پورت دیفالت خود ماینکرافت باشه. اگر از ولاسیتی استفاده میکنید یا بانجی کورد استفاده میکنید مطمئن باشید که اون ولاسیتی یا بانجی کورد پروکسی خودش روی پورت دیفالت ماینکرافت باشه. امیدوارم که مفید بوده باشه براتون. حتما اگه دوستاتون هم نیاز داشتن به دوستاتون معرفی کنید، ارسال کنید. حتما هم یادتون نره که سابسکرایب و لایک کنید. عشق منید. فعلا بای بای.